شاهرخ و سمیه نام‌های آشنا برای کسانی که از قدیم به اخبار حوادث علاقه داشتند. سال 1375 جنایتی که سمیه و شاهرخ رقم زدند تا مدتی سرتیتر اخبار حوادث بود. سمیه و شاهرخ دو نوجوان عاشق بودند که قصد ازدواج داشتند، اما خانواده‌هایشان به دلیل سن کم آنها با ازدواج سمیه و شاهرخ مخالفت می‌کردند. همین جرقه‌ای برای خشم سمیه و شاهرخ شد و باعث شد تصمیم بگیرند خانواده سمیه را به قتل برسانند و از سر راه خود بردارند و فکر می‌کردند تا این کار را انجام دهند می‌توانند به راحتی با هم ازدواج کنند. برای عملی کردن نقشه‌شان خواهر و برادر سمیه را به قتل رساندند و بعد از آن دستشان رو شد. جنایت سمیه و شاهرخ یا همان جنایت خیابان گاندی بهمن ماه سال 75 رخ داد. در این جنایت یک خواهر و برادر 13 و 8 ساله به دست خواهر بزرگتر خود و دوست پسر او یعنی همان سمیه شهبازی نیا و شاهرخ وثوق به قتل رسیدند. آن زمان خیلی این خبر را دنبال می‌کردند و چون این جنایت در بستر یک خانواده توسط دو نوجوان خام با انگیزه عشقی نوجوانی رقم خورده بود، جنایتی منحصر به فرد بود و اذهان عمومی را به خود مشغول کرده بود. پیگیری‌های خبری تا دادگاه سمیه و شاهرخ به اعلام رأی دادگاه هم ادامه داشت. پدر سمیه به عنوان ولی دم دو طفل خردسال خود از قصاص قاتلان فرزندانش گذشت و این یعنی سمیه و شاهرخ بعد از طی چند سال حبس آزاد شدند و به دل جامعه برگشتند. اما داستان سمیه و شاهرخ در سال 75 یکدیگر را در پارک ملت تهران ملاقات می‌کنند و گفته خودشان شیفته و عاشق یکدیگر می‌شوند و بعد از آن قرار دوستی با یکدیگر می‌گذارند. هر روز یکدیگر را ملاقات می‌کنند و حتی گاهی به طور مخفی به خانه یکدیگر می‌رفتند. هر دوی آنها در آن زمان جزو افراد مرفه به شمار می‌رفتند. پدر شاهرخ مهندس برق بود که در اداره برق تهران کار می‌کرد و پدر سمیه کارخانه مواد شیمیایی داشت و در خانه‌های ویلایی بالای شهر تهران زندگی می‌کرد. بعد از گذشت 2 ماه از دوستی آنها قرار ازدواج به یکدیگر می‌گذارند. خانواده شاهرخ با پافشاری‌های پسرشان با این ازدواج زودهنگام موافقت می‌کنند، ولی خانواده سمیه بدون توجه به پافشاری‌های سمیه با این ازدواج مخالفت می‌کنند. سمیه که می‌بیند نمی‌تواند کاری از پیش ببرد تصمیم می‌گیرد با شاهرخ به اصفهان فرار کند و این تصمیم اولی می‌شود. آن دو به اصفهان فرار می‌کنند، ولی پس از مدتی به خاطر التماس‌های خانواده خود به تهران برمیگردند و اینجاست که فکر جنایت علیه خانواده در ذهن سمیه جرقه می‌خورد. او راه‌های مختلفی را امتحان کرد تا خانواده خود را از سر راه بردارد، از جمله باز کردن شیر گاز هنگامی که خانواده خواب بودند و ریختن مرگ موش در غذای آنها، ولی تمام این توطئه‌ها با هوشیار بودن مادر خانواده به سرانجامی ختم نشد و به کسی به آسیب نرسید، ولی مادر خانواده با دانستن اینکه دخترش مشکلات روحی دارد حتی سعی نکرد او را پیش روانشناس ببرد و این بی‌توجهی‌های پدر و مادر سمیه نسبت به دخترشان باعث فروپاشی خانواده شد. شاهرخ پس از دستگیری موضوع را اینطور روایت کرد: بعد از اینکه مادر سمیه به بیرون رفت، من به همراه سمیه به طبقه دوم رفتیم. می‌دانستیم پدر سمیه همیشه دیر به خانواده می‌آید و سپید مقتول اول
و خواهر 13 ساله سمیه که در طبقه پایین مشغول درس خواندن بود را صدا زدیم و او را به طبقه بالا فراخواندیم. وقتی سپید به طبقه بالا آمد با او شروع به شوخی کردیم و در همین حین پسر 8 ساله خانواده و برادر کوچکتر سمیه چند بار به طبقه بالا آمد تا با او هم بازی کنیم، ولی من به بهانه‌های مختلف او را پایین فرستادم. پس از اینکه مطمئن شدم محمد رضا دیگر بالا نمی آید، از پشت دستم را دور گردن سپید حلقه کردم و او فکر می کرد که ما هنوز داریم با او شوخی می کنیم و می خندیم، ولی پس از مدتی با دست و پا زدن التماس می کرد که گردن او را رها کنیم. در این لحظه آمپول هوا را به او تزریق می کند سمیه و به خاطر آمپول هوا سپید بیحال روی زمین می افتد. من و سمیه پیکر بیجان او را به حمام می بریم و سمیه گردن او را داخل وان پر از آب می کند و پس از اینکه مطمئن شدیم او کاملا مرده، جسد او را محکم به کف حمام کوبیدیم و سپس با کمک سمیه جسد را به گوشه‌ای از اتاق بردیم. پس از مدتی محمد رضا را صدا زدیم. محمد رضا خوشحال و خندان از اینکه می‌خواهیم با او بازی کنیم به بالا آمد. من محمد رضا را بغل کردم و گردن او را فشار دادم. محمد رضا در این حین به سمیه نگاه می‌کرد و می‌گفت ولم کنید، پدرتان را در می‌آورم. سمیه هم شروع به خندیدن کرد و سپس آمپول هوا را به برادر 8 ساله خود تزریق کرد و او را هم مانند سپیده به داخل وان بردیم و جنازه‌اش را کف حمام کوبیدیم و سپس تمام برق‌های طبقه بالا و طبقه پایین خانه را خاموش کردیم و منتظر مادر و خواهر کوچکتر سمیه ماندیم. آن روز سمیه و شاهرخ می‌خواستند مادر سمیه را بکشند، اما فرار مادر سمیه از دست آنها سبب شد راز جنایت فاش شود. مادر سمیه بعداً موضوع را اینطور روایت کرد: وقتی به خانه رسیدم از اینکه تمام برق‌های خانه خاموش بود شوکه شدم که در آن خانه به این بزرگی حتی یک چراغ هم روشن نبود. سمیه من را از طبقه بالا صدا کرد و گفت به بالا بیایم و سوین دختر کوچک خود را با خود نیاورم. وقتی وارد شدم برق‌های طبقه دوم هم خاموش بود. دخترم پشت به من و رو به پنجره ایستاده بود. واقعا ترسیده بودم چون نمیدانستم چه اتفاقی افتاده. از او پرسیدم پس سپیده و محمد رضا کجا هستند که یک دفعه سمیه برگشت و با صورتی پر از خشم به من توهین کرد و به من گفت از من متنفر است. رفتم و لامپ را روشن کردم. یک دفعه شاهرخ از پشت ستون خانه که پنهان شده بود از پشت گردن من را گرفت و چند ضربه چاقو به پهلوی من زد. از در به خود میپیچیدم و روی زمین افتادم. سپس هر دو شروع به کودک زدن من کردند. با آنها گفتند اگر من را نکشند قسم یاد میکنم که چیزی به کسی نخواهم گفت. در این هنگام سوین در طبقه پایین مشغول جیغ زدن و گریه کردن بود. سمیه رفت تا او را ساکت کند. همین که سمیه به پایین رفت گویی شاهرخ از بند و جادوی او آزاد شده باشد کنار من روی زمین نشست. خیلی پریشان و مضطرب با گریه گفت که ما بچه‌ها را کشتیم و چاقوی خونی را به دست من داد و سپس من به سرعت از خانه به کوچه فرار کردم و شروع کردم به داد و فریاد و همسایه‌ها کمک خواستند و به دروغ گفتند که خانه‌مان را دزد زده و فرزندانم را کشته. چون قسم خورده بودم به کسی چیزی نگویم و اگر میگفتم قطعا همسایه‌ها شاهرخ و سمیه را تیکه تیکه میکردند. پس از مدتی با حضور پلیس در خانه آنها واقعیت افشا شد. پلیس متوجه شد که خانه به هم ریخته است و این نمیتواند کار یک دزد باشد چون هیچ چیز از خانه را دزدیده نشده بود. به علاوه بر این یک دزد وقت خود را صرف این نمی‌کند که دو کودک را با دستهایش خفه کند و با آنها آمپول هوا بزند.
از سر آنها را داخل وان حمام کند. سمیه و شاهرخ فهمیدند که پلیس قضیه را فهمید و بیش از این نمیتوانند این قضیه را پنهان کنند. سپس به جرم خود اعتراف کردند. پرونده این دو پس از مدتی تشکیل می شود. مرکز آموزش و پژوهش دلایل این قتل‌ها را مواردی همچون افسردگی سمیه و بی‌توجهی‌های پدر به وی، فقر اخلاقی و مخالفت خانواده و ازدواج او و شاهرخ عنوان کرد. این مرکز گفت وقتی ما داخل اتاق سمیه شدیم جا خوردیم. تمام اتاق را کاغذهای دیواری سیاه رنگ پوشیده بود. خانواده دوستان سمیه گفتند که سمیه همیشه خودش را در این حصار اتاق پنهان میکرد و دختر بسیار گوشه‌گیر و منزوی بود. تمام اینها گواه بر افسردگی و اختلالات روانی سمیه بود. بنا بر یک سری از گفته‌های سمیه و شاهرخ اعتراف کردند که تحت تاثیر یک فیلم خارجی به نام قاتلین بالفطره و همچنین تحت تاثیر موسیقی هوی متال و زندگی رپگونه تن به چنین بزهی و آشوبی دادند. ولی پس از مدتی این موضوع در مصاحبه با کارشناسان مرکز آموزش و پژوهش زندانها با سمیه و شاهرخ توسط آنها تکذیب شد. در مصاحبه با پدر سمیه که چرا بی‌توجهی‌ها و مخالفت‌های خود اجازه داد همچین اتفاقی بیفتد، او گفت من زیاد نمیتوانستم پیش خانواده باشم. از ساعت 9 صبح تا 1 شب در کارخانه بودم. آن شب که این اتفاق افتاد من ساعت 3 که از کارخانه به خانه می اومدم، وقتی به خانه آمدم تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاده. پلیس اورژانس دور تا دور خانه را فرا گرفته بود و شاهرخ داخل اتاق سمیه بود. اجازه ندادم سمیه و شاهرخ ازدواج کنند چون هر دوی آنها کم سن بودند. من حتی برای ازدواج آنها استخاره کردم و بد آمده بود. میگویند نوجوانهای آن دوره که دلشان به سریال در پناه تو خوش بود که هفته یک بار از شبکه 2 پخش میشد، در آن میتوانستند مثلث عشقی چند دانشجوی هنری را ببینند. هرگز فکرش را نمیکردند شاهد همچین عشقی باشند که از عشق آن شخصیت‌های تلویزیونی هم آتشین‌تر بود و زمین تا آسمان با آن داستان فرق میکرد. این چنین آنها را در بهت فرو برد. دادگاه هر دوی آنها را به قصاص محکوم کرد، ولی این دو حتی در دادگاه هم از عشق خود پس نکشیدند. شاهرخ در دادگاه اعتراف کرد هر بار که موفق نمیشد سمیه را ببیند سرش را به دیوار میکوبید. سمیه هم برای اثبات عشق خود نسبت به شاهرخ با حلقه‌ای که شاهرخ برای او خریده بود در دادگاه حاضر میشد. شاهرخ گفت اگر میخواهید ما را قصاص کنید مشکلی نیست، ولی بگذارید یک روز قبل از قصاص با هم عقد کنیم و با یکدیگر باشیم. من میخواهم به عنوان شوهر سمیه قصاص شوم. سمیه هم با آن چهره پریشان و مضطرب گفت نیازی به قصاص نیست. اگر پدر من رضایت دهد و بگذارد من و شاهرخ تا ابد با یکدیگر باشیم، ما دیگر هرگز از این کارها را تکرار نمی کنیم. سپس با همان چهره مضطرب خود رو به پدر گفت رضایت می دهید تا من و شاهرخ آزادشان با یکدیگر ازدواج کنیم؟ پدر که بروری و حقارت دخترش را دید با تأسف سرش را پایین انداخت. مادر بدون توجه به اینکه دخترش چه بلایی سرش آورده سر سمیه را در آغوش گرفت و نوازش کرد بلکه کمی آرام شود. پس از مدتی با اعلام گذشت پدر سمیه از قصاص، شاهرخ به 10 سال زندان و سمیه به 12 سال زندان محکوم شدند. پس از آزادی آنها از زندان گویی که حال و هوای زندان عشق آتشین را از سر این دو پرانده بود. هر کدام به سوی زندگی خود رفتند. شاهرخ پس از آزادی به خارج از ایران مهاجرت کرد و سمیه پس از آزادی با یک نفر دیگر ازدواج کرد. شنیده ها که از آن بود که سمیه پس از ازدواج از همسرش جدا شده. سپیده و محمد رضا برای عشق بی سرانجام قربانی شدند.